باید است بعدی که من تومانم صحبت روبرت خودی خدمات گمرک تصمیم گرفته بود که در مقامات گمرک و کار فقط از روی آزمون تعیین کنم. با اینا دی مرتبه ما آزمون اعلام کردیم برای 39 جز یا از 800 نفر داوطلب اونجا سپردیم. از همین 285 نفر علاقه قسمت یکم گذشته است. و این تستی است گذشته است. و خیلی صحبت میشه تو متخصصا. خیلی شما از روی اعلام میدونید که ما به همون نفرهای برتری دادیم که از روی اختصاصش سابقه کاری داشته باشد. از روی اختصاص یا اختصاصی یا مثال موضوع کار کردگی باشد یا خوششناس کار کردگی باشد. و دیدیم که خدمت وطن مادر را اجرا کردگی باشد. و همین کاتگوری آدم‌ها ما باید برتری دادیم. خیلی‌کن معاش خدمات گمرک کم ترک از دیگر مقامات فرق میکنند. مثال افسری که جوان لتینانت جوان میگه تا 800 سومانی است. وقتی که در خدمات گمرک نقشه اجرا میشود یا در ریاست‌های منطقه‌ای یا در دستگاه مرکزی آنها با حق دارند یک معاش وظیفه‌ای دیگر با حساب مکافات پولی گیرند. این اگر 800 باشد شاید میشود 1600. صد افسوس که دوام این سال شما میدونید که در همه جا خیلی است برگان سیاسی است. فقط بعضی ولایت‌ها از اجرای نقشه میبرند اما از همین برخوردار هستند. خیلی چه گویم هست این گپت آنجا دارد از روی ماشیناشون از روی خانه‌هاشون اینا همه میدونن هیچ وقت خانه یا ماشین اینا کرده نمیشود همین خلاص اصلا این چه گویم همین انصاف و وجدانی همون در وابستگی تا این وقت خیلی کار کرده اومده. باز اون شرایطی که پیش بود در کارمندان این مقامات گمرک اون شرایطا نیست. باز اکثر وقت کارگرای خیلی مقامات از مقامات ارزان از کار رفته ایستادن. و همون جایی که مثال یک نفری که از باید تاجری میبراید یا یک کاری سودا دارد بیزنس خودش است این حالت هم بسیار است.